سلام، شبتون خوب. پیمان همتی پور هستم. اینجا رادیو همراه و این برنامه ایستگاه شب. قطعه مهتاب پاریسی از گروه آناتما. عجب جاییه. این همون جاییه که نصرالله رجب رفته بودن. یادت چقدر تعریف میکردن. گفتن 2 واحد فوق لیسانس بگذرونم دکترا قبولم بکنن. ایوه، ویزا چی؟ سه‌شنبه مصاحبه دارم. به انگلیسی. قضیه جدیه. جدیه؟ بابا اون نامه پذیرشمه دیگه. از سال دیگه بورسم بهم میدن. بالاخره شد. مرتضی چی کارش میکنی؟ چی کارش کنم؟ دوشنبه دادگاه داریم. اون اگه میخواست تکون بخوره تا حالا خورده بود. اینجوری نگاش نکنم. داغونه. من چی کار کنم علی؟ تو که خودت شاهدی چقدر بهش گفتم بیا با هم بری. اونجا میتونی درس بدی، میتونی کار کنی. آدم حسابی هستی تو ول کنی این علاقه رو. همش کارای مزخرف، آدمای مزخرف. صبح تا شب جلسه. که چی زدن خونه مردم رو سرشون خراب کردن. حالا یه جلسه میذارن که چجوری خسارت ندن پولشون رو بکشن بالا. نه با این میگم چرا نمیدین پول این بدبختا رو؟ میگه اگه بدیم شرکت ورشکست میشه، 120 نفر رو باید اخراج کنیم. پول اون 8 نفر رو نمیدیم که بتونیم حقوق این 100 نفر بدیم. اینم شد حرف. ببین مرتضی چی؟ تو عاشق استاد 15 سال پیشتی. من الانشو میبینم. عوض شده علی، من دارم بهت میگم. همه عوض شدن. تو کیو میشناسی که هنوز مثل 15 سال پیشش باشه؟ تو فیلم کنعان به کارگردانی مانی حقیقی، آهنگساز کریستوفر رضایی، صدابردار بابک و بهمن اردلان و صداگذار محسن روشن. ای یار یگانه چند خسبی، ای شاه زمانه چند خسبی. بر روزن توست بنده از کی، ای رونق خانه چند خسبی. ای کرده به زه کمان ابرو، برزن به نشانه چند خسبی. افسانه ما شنو که در عشق، گشتیم فسانه چند خسبی. ماییم چو میغ سرنهاده، بر روی ستانه چند خسبی. گر خمر ببسته است پیشار، باقی شبانه چند خسبی. در ده قدح شراب و چون شمع، بنشین به میانه چند خسبی. بشتاب مها که این شب قدر، آمد به کرانه چند خسبی.
ترانه‌ای با صدای سزن آکسو. شعر این ترانه توسط سیامک تقی‌زاده ترجمه شده که هایده این ترجمه رو براتون میخونه. Bir gün daha yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü. Çok önemli değildi. Seni düşündüm birkaç andan başka. Bilirim herkes boyuna düşeni yaşar ve her yeni günde değişir hep bir şeyler. Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur o ben o. یک روز دیگر با اندوه و شادمانی های کوچکش اتفاق افتاد و به آخر رسید. زیاد مهم نیست که چه روزی بود، به غیر از چند لحظهش که در فکر تو بودم. میدانم هر کس به اندازه سهم خود زندگی خواهد کرد و در هر روز جدید چیزهایی تغییر خواهند کرد. تو هم از سهم خود خاطره ای بردار که آن خاطر من باشم و مرا از یاد مبر. مرا از یاد مبر، مرا از یاد مبر، فراموشم نکن. میدانی که از یادها رفتن دل آدمی را به درد می آورد. تو هم از سهم خود خاطره ای بردار که آن خاطر من باشم. مرا از یاد مبر. میدانی بین چند چیزی که دوستشان داشتم، دوست داشتنم به تو واقعی بود. بین تمام خاطره ها خاطره تو را انتخاب کردم تا دلیلی برای شادمانی های کوچکم باشی. مرا از یاد مبر، مرا از یاد مبر. میدانی که از یادها رفتن دل هر آدمی را به درد می آورد. Bilir misin seni gerçekten sevdim. Sevdim daha birçok şeyin arasında. Bir tek seni seçtim hatıralar arasında. Sebep diye bir küçük mutluluk. Beni unutma, unutma beni unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma beni unutma. Beni unutma, unutma beni unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma beni unutma. Beni unutma, unutma beni unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma beni unutma. یک دقیقه به صدای قدم زدن در برف گوش میکنیم.
قطعه‌ای رو خواهیم شنید از کتاب چه کسی مرا عاشق کرد نوشته رسول یونان. ما 4 دیوانه بودیم در کابوس‌های مربعی شکل و آرزوهایمان برآمدن آفتاب در نیم شب بود. خورشید خونالود را از گلوی خروس‌ها بیرون کشیدیم و به خیابان‌ها زدیم. در خیابان‌ها گل‌های پلاستیکی به ما دادند. ما احمقانه عاشق شدیم و صادقانه خیانت کردیم و این گونه شد که قصه ما بر سر زبان‌ها افتاد. شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمایه فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بیجان بود در پیش آن سیمین بر خشکه از جسم و جان خود بودم غافل می‌کوشیدم بهرش از جان و دل می‌بردمش با خود سوی منزل گیسویش از باد و باران گشته آشفته در مویش گویی مروارید غلطان خفته گیسویش از باد و باران گشته آشفته در مویش گویی مروارید غلطان خفته شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمایه فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بیجان بود ترانه‌ای که شنیدید شب بود نام داشت با صدای خانم هانیه نیرو. ما ایشون رو امشب روی خط تلفنی برنامه ایستگاه شب داریم. خانم نیرو سلام عرض می‌کنم، شبتون به خیر باشه. ممنون از وقتتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو در برنامه ایستگاه شب قبول کردید. سلام به شما و تمام شنونده هاتون. مرسی که من دعوت کردیم به برنامه‌تون. در خدمتتون هستم. سوال اول همون سوال کلیشه‌ای. خیلی از شنونده ما قطعاً با صدای گرم و کارهای زیبای شما آشنا هستن، ولی برای اون عده‌ای که ممکنه صدای شما رو نشنیده باشن یا با کاراتون آشنا نباشن، ممنون میشم که در رابطه با خودتون و فعالیت‌ها و نگرشتون به موسیقی برامون توضیح بدید. خواهش میکنم. من هانی نیرو، همونجوری که گفتین، در واقع آهنگساز و موزیسین هستم. توی ایران درس موزیک خوندم، هنرستان موسیقی درس خوندم، دیپلم ویولون کلاسیک دارم. بعدم که الان از سال 2003 دارم توی اتریش توی وین زندگی میکنم. اینجا هم دوباره درس موزیک رو ادامه دادم، درس آهنگسازی خوندم، بازی درسی برای موزیک و حرکت برای بچه‌ها توی سالزبورگ خوندم و آره، یعنی در واقع فعالیت موسیقی هستش. بسیار عالی.
احتمالاً حضور شما در کشور اتریش به خاطر بستر موسیقیایی اونجا بوده یا نه تصادفی بوده؟ آره چرا کاملا، به خاطر اینکه من اون سالی که در واقع اومدم اینجا هنوز توی ایران دانشجوی موسیقی بودم، توی دانشکده هنرهای زیبا، و در واقع توی ایران من درسم و نصف کاره ول کردم و به خاطر موزیک اومدم اتریش، اومدم وین و اینجا ادامه دادم. بسیار هم خوب. کارهای زیادی رو تا به اینجا خانم نیرو منتشر کردید که با استقبال خوبی هم روبرو شدند. تصورتون و برنامه‌تون برای آینده کاریتون چیه؟ والا این پروژه‌ای که من شروع کردم که کارهای آوازی هستش، در واقع آینده‌ای که من براش میبینم یا دوست دارم که اتفاق بیفته اینه که دلم میخواد بیشتر روی این کارهای قدیمی کار بکنم و خیلی هم مایل هستم که اگر که بشه با خواننده‌های جوان زن بتونم کار بکنم، هم برای اینکه از صداهای مختلف بالاخره توی این پروژه استفاده کرده باشم، هم برای اینکه خواننده‌های مختلف در هر صورت قابلیت‌های مختلفی رو با صداشون و با اجراشون وارد کار میکنن. من دلم میخواد که این پروژه رو اینجوری ادامه بدم که بتونم با خواننده‌های جدیدی کار بکنم. فضای مجازی رو چقدر مؤثر میدونید در شناخته شدن کارهاتون؟ اساساً مخاطبینی که با شما آشنا هستن و کارهای شما رو دنبال میکنند از طریق فضای مجازی این اتفاق میفته و یا نه شما راه ارتباطی دیگه‌ای رو هم برای در اختیار قرار دادن آثارتون برای مخاطبین خاصتون دارید یا خیر؟ والا بیشتر میتونم بگم که 1% خیلی زیادیش در واقع توی همین فضای مجازی و از طریق اینترنت هستش. یعنی که من صفحه‌ای که توی سایت ساوند کلاود دارم اونجا همیشه کارامو آپلود میکنم، بعد روی پیج خودم روی فیسبوک کارامو میذارم برای دوستام و کسایی که در واقع توی لیست من هستن، صفحه منو میبینن. حالا خب یه سری از دوستای من هستن یا کسایی که کارهای من گوش میکنن که در واقع درصد زیادی از شنونده ها کسایی هستن که کار من مستقیم از روی اینترنت، از روی صفحه من توی ساوند کلاود یا اینکه روی وبسایت من کارا رو در واقع میشنون و دنبال میکنن. خیلی زیاد در واقع پخش شدن کارهای من به خاطر اینترنت بوده و توی این فضای مجازی انجام گرفته. در واقع زندگی شما در خارج از کشور و دوری شما از ایران و البته جنسیت شما، زن بودن شما، این مفاهیم بازتابی رو روی آثار شما داشته؟ در واقع آره چرا، یعنی که اصلا اگرم من بگم که تاثیر نداشته حرف اشتباهی زدم. بالاخره آدم هم از محیط تاثیر میگیره، هم به قول شما به خاطر حالا مهاجرتی که میکنه، همه اینا تاثیر میذاره روی کار و منم چرا روی کارام تاثیر گرفتم. با اینکه من قبل از اینکه از ایرانم بیام کارم همین بوده و سالایی که هنوز دبیرستان میرفتم، سالای هنرستان هم آهنگسازی میکردم و الان که خودم برمیگردم میبینم، یعنی به کارهای اون موقع نگاه میکنم، خب نمیتونم بگم عین همین کاراست، ولی برای خودم یک منطقی وجود داره که بالاخره من دارم یک راهی رو که از اونجا شروع شده، یه تفکر اینجوری رو همه این سالا با خودم داشتم و خب حالا شکل گرفته همه این چیزا. ولی چرا محیط و این مهاجرت و اینا تأثیری داشته روی کارهای من. ترانه قدیمی رو به نام شب بود شما بازخوانیش کردید. ممنون میشم اگر برای ما و شنونده های خوب برنامه ایستگاه شب بفرمایید از رابطه خودتون با این ترانه و همچنین از بازتاب‌هایی که از مخاطبینتون داشتید. این ترانه رو که همینجوری که شما یا شنونده ها حتما میشناسن و میدونن، یه ترانه‌ایه که خب خیلی قدیمیه، بعدم خیلی اجراهای مختلفی ازش وجود داره، خیلی آدمای زیادی بودن، خواننده‌های زیادی بودن که اینو دوباره بازخوانی کردن و منم قبل از این که این در واقع این کار رو، این ترانه رو به این شکلی که الان وجود داره ضبطش بکنم و براش در واقع یه تنظیم دوباره بنویسم، جزو یکی از کارهایی بود که مثلا من خودم هر از گاهی میزدم یا اگه اینجا با دوستای ما جمع میشدیم با هم روی این کار میکردیم. یه ترانه‌ای که خیلی زود میره تو گوش آدم، میره تو سر آدم و آدم درگیرش میشه. در واقع منم میگم قبل از اینکه بخوام اینو ضبط بکنم، چرا این کارو میشناختم، چندین دفعه زده بودمش
و بعدم که به این شکلی که الان هستش تنظیمش کردم و خوندم و ضبط کردم، خب خیلی زیاد از همون روزای اول تا همین الان خیلی فیدبک گرفتم ازش، خیلی بازتابی داشته برای من، خیلی ها نوشتن به خصوص برای این کار و یه کاری که قبل از این بود، یه تصنیفی از خانم مرضیه، در فکر تو بودم. خیلی زیاد برای من شنونده های من نوشتن، برای من همه خوششون اومده بود. منم به نظرم میاد که یه کاریه که یعنی من خودم هم دوست دارم این کارو. بسیار عالی. خانم نیرو، برای آینده کنسرت، آلبوم موسیقی و یا برنامه خاصی رو در نظر دارید؟ بله، کنسرت آره چند جایی به من در واقع پیشنهاد کردن برای کنسرت که حالا باید یه ذره راجبش دقیق تر هم فکر بکنم، هم برای اینکه همونجوری که گفتم کارهای من یه ذره که نه در واقع الکترونیک هستش و اگر بخواد اجرای زنده داشته باشه بالاخره باز یه تنظیم‌های دیگه‌ای لازمه براش. ولی در واقع کاری که یعنی برنامه‌ای که من خودم دارم اینه که الان مثلا 6-7 تا کار شده که من ضبط کردم و اینا رو ادامه میدم تا اینکه به شکل یه CD یا یک مجموعه بشه. این برنامه‌ای که در واقع واسه این مجموعه، این پروژه من خودم پیش بینی میکنم. سوال اولمون سوال کلیشه‌ای بود. واسه اینکه ترتیب برنامه حفظ بشه و سنت شکنی نکنیم، سوال آخرمون همون سوال کلیشه‌ای همیشگی. اگر صحبت خاصی دارید با شنوندگان این برنامه ایستگاه شب بفرمایید. نکته خاصی ندارم، فقط میخواستم که اگر که شنونده هایی که در واقع کارهای من رو میشنون، این مصاحبه ما رو میشنون، از همشون تشکر کنم به خاطر پیغام‌های قشنگی که برای من مینویسن و براشون ارزش داره. کار من خیلی باعث میشه که یعنی برای من مثل یه تشویق میمونه، یک چیز خیلی خوبه و من از همه کسایی که به کار من ارزش میدن تشکر میکنم. واقعا این تنها چیزیه که میتونم بگم. مرسی از شما به واسطه خلق این چنین آثار زیبایی و همچنین ممنونم که دعوت این برنامه رو قبول کردید. در ضمن در آخر میخواستم که اضافه کنم هر وقت تشریف آوردید به شهر فرشته ها خوشحال میشیم که شما رو اینجا در استودیوی پخش رادیوی همراه ببینیم. حتما متشکرم، مرسی، امیدوارم حتما. و ترانه شکوفه از هانیه نیرو. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به صبا بوس دهن با لب سرخابی. این شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دلداد بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها. پروانه در بزم طرب آمده تنها، باد بهاری با بیقراری. شکوفه پرپر کند و لاله پریشان، به هر طرف دست صبا گشت گل افشان. و اما مولانای امشب با صدای هایده. سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من، سیر مشو هم تو نیز زین دل آگاه من. مشک و سقا سیر شد از جگر گرم من،
هیچ به جز آب نیست لذت و دلخواه من. در شکنم کوزه را پاره کنم مشک را، روی به دریا نهم نیست جز این راه من. چند شود تر زمین از مدد اشک من، چند بسوزد فلک از تبش و آه من، چند بگوید دلم وای دلم وای دل، چند بگوید لبم راز شهنشاه من. آب خوشی جوش کرد نیمه شب از خانه‌ام، یوسف حسن افتاد ناگه در چاه من. زاب رخ یوسفی خرمن من سیل برد، دود برآمد ز دل سوخته شد کاه من. خرمن من گر بسوخت باک ندارم خوشم، صد چو مرا بس بود خرمنمان ماه من. عقل نخواهم بس است دانش و علمش مرا، شمع رخ او بس است در شب بیگاه من. گفت کسی کین سما جاه و ادب کم کند، جاه نخواهم که عشق در دو جهان جاه من. در پی هر بیت من گویم پایان رسید، چون ز سرم میبرد آن شه آگاه. با من ازدواج میکنی؟ من نمیدونم چی بگم. اگه تو بودی چی میگفتی؟ یه شب تا صبح قدم میزدم و بعدش میگفتم آره. من قبلا بعضمون بهت گفتم، هرچند الان دیگه مثل گذشته نیست. میخوام با خودم رو راست باشم. نمیخوام به خاطر انتقام از یه نفر دیگه. منظورمو میفهمی؟ همین که به خودت دروغ نگی کافیه. همینقدر بدون که حس منم کمتر از تو نیست. ببین گفتنش سخته. رویا خیال کن روزگارم رو به راهه، خیال کن رفتی و دلم نمرده، خیال کن مهربون بودی و قلبم که
بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم. تو یادت رفته که توی چه حالی کنارت بودم و زخماتو بستم. خیال کن که سرم گرمه عزیزم، خیال کن بی تو هیچ دردی ندارم. خیال کن زمستونه ولی من توی شبها شب سردی ندارم. بخشی از فیلم شب‌های روشن رو شنیدیم که نویسندش سعید حقیقی، کارگردان فرزان معتما، صدا بردار پرویز آبنار و صداگذار محمد رضا دلپاک. آهنگساز کار هم پیمان یزدانی است. اینکه ما نام صدا بردار و صداگذار رو ذکر می‌کنیم چون رادیو هستیم و معتقدیم تنها صداست که میماند. Do to make ends meet. Make 'em mad, make 'em sad, make 'em add 2 and 2, or make 'em me, or make 'em you, make 'em do what you want them to, make 'em love, make 'em cry, make 'em lay down and die. بگو مهربونتر، آهسته تر، من یه آیه لطیفتر میخوام، با صدای بلند اما لطیف، بگو یه جوری که انگار میخوای بهم بگی دوستم داری. بگو یه جوری که انگار میخوای بهم بگی هرگز فراموشم نمیکنی. بگو یه جوری که انگار میخوای بهم بگی خوشگلم. بگو یه جوری که انگار میخوای اعتراف کنی خیلی خری. بگو یه جوری که انگار میخوای بگی برام میمیری. بگو یه جوری که انگار میخوای به هم بگی بمون. بگو مثل این که بخوای به هم بگی سلام. بگو مثل این که بخوای به هم بگی خداحافظ. بگو مثل این که ازم بخوای یه چیزی برات بیارم. بگو مثل این که بخوای به هم بگی خوشبختم. بگو مثل این که بخوای به هم بگی دیگه هیچ وقت نمیخوای منو ببینی. نه اینجوری نه. ببین اگه به حرفم گوش نکنی دیگه بازی نمیکنم. پس بگو یه جوری که انگار میخوای به هم بگی دیگه هیچ وقت نمیخوای منو ببینی. حالا خوب شد. حالا بگو
یه جوری که انگار میخوای به هم بگی بدون من خیلی بد خوابیدی، که فقط خواب منو دیدی و صبح خسته و کوفته بیدار شدی بدون اینکه هیچ میلی به زندگی داشته باشی. بگو انگار که میخوای یه چیز خیلی مهم به هم بگی. بگو انگار که بخوای به هم بگی که دیگه ازت نخوام بگی بگو انگار که میخوای بگی فقط با حرف زدن خیلی عالیه. ازم بخوای که بگم ازم بخوای که یه آیه لطیف بگم. ازم بخوای که آهسته یه آیه لطیف بگم. ازم بپرس همونقدر که دوستم داری دوست دارم. به هم بگو که دارم دیوونت میکنم و اینکه دیگه حوصله‌ات سر رفته. خب من یه قهوه میخوام. معلومه که میخوام. مرد بلند می شود و برای زن قهوه می ریزد. آره یه قند کوچولو مرسی. پاکت سیگارش را به سوی او می گیرد. نه خودم دارم. زن پاکت سیگارش را می آورد و سیگاری از آن بیرون می کشد و فندکش را به سوی او می گیرد. فعلا نه مرسی. نمیدونم شاید ترجیح میدم امشب خونه غذا بخوریم. باشه ولی آخه سسشو داریم؟ پس بریم بیرون. پس همینجا بمونیم. بیا اینجا. تو چشام نگاه کن. تو دلت یه بگو. مهربونتر، بلندتر و واضحتر برای اینکه بتونم بگیرمش. حالا یه تو دلت بگو، انگار که میخوای به هم بگی دوستم داری. یه بار دیگه یه تو دلت بگو، انگار میخوای به هم بگی هیچ وقت فراموشم نمی کنی. یه تو دلت بگو، انگار میخوای بگی خوشگلم. حالا میخوام یه چیزی ازت بپرسم، یه چیز خیلی مهم و میخوام تو دلت به هم جواب بدی. آماده ای؟ داستان خرسای پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد رو شنیدیم، نوشته سنیک ماتریو و ترجمه تینوش نظمجو. شاهراه تاریک بیابانی، خنکای باد لای موهایم و بوی تند کالیتاس در هوا. از دور سوسوی نور را دیدم. سرم گیج رفت و چشمانم تار شد. باید شب را آنجا بیتوته می کردم. زن در آستانه ایستاده بود و صدای زنگ ورود را می شنیدم. با خود فکر می کردم اینجا شاید بهشت باشد، شاید جهنم باشد. زن شمعی روشن کرد و راه را نشانم داد. پایین راهرو صداهایی بود، انگار می گفتند خوش آمدی، خوش آمدی به هتل کالیفرنیا. چه
جای دلانگیزی، چه صورت دلنشینی، با اتاقهای بسیار در تمام فصول. ذهن زن مثل توری بسیار نازک پیچیده شده است. این مرسدس هم مال اوست. مردان زیادی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند. آنان چه زیبا در گرمای شیرین تابستانی در حیات می رقصند. بعضی ها برای به خاطر آوردن و بعضی برای فراموش کردن. سری پیش خدمت را فرا خواندم. لطفاً شراب من را بیاورید. او گفت از سال 1969 تا کنون آن شراب را نداشته ایم. و همچنان از دور آن صداها فریاد می زدند تا نیمه شب بیدار شوی و بشنوی. خوش آمدی به هتل کالیفرنیا. چه جای دلانگیزی، چه صورت دلنشینی. سقف‌های آینه کاری شده، شامپاین صورتی در یخ. زن گفت ما به میل خودمان اینجا هستیم. در اتاق رئیس برای جشن جمع شده‌اند. با چاقوهای فولادی خود ضربه میزنند، اما نمیتوانستند آن حرامزاده را بکشند. آخرین چیزی که به یادم میاد این است: به سوی در میدویدم. میبایست راه برگشت رو پیدا میکردم. نگهبان شب گفت آروم باش، ما اینجا هستیم تا در خدمت تو باشیم. تو میتونی هر زمانی که مایلی قصد رفتن کنی، اما هرگز نمیتونی اینجا رو ترک کنی. هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز که ترجمه شعر رو با هم شنیدیم. ای علی عابدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که یهو غیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی. بستگی داره که کی میخواد چطوری ببینه. مثلا من تو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی. همه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدات شد و برگشتی خونه، مونست تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجری کشیدی علی جان. تو همون تنهاییات بود که به راحت رسیدی. به لاوتسه، به بودات، به علی و حلاجت، به حافظت. به دهات چاه زدی، حرف از کار زدی. کار برای کار، نه برای غایت و نهایتش. مثل همین گیل زدن ها، آتیش روشن کردن ها. آتیش آتیش چه خوبه، حالا تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و جستن تو حوض نقره جستن. اینجوری بود که جستی تو حوض نقره تو به خودت و خدای خودت رسیدی. کاکو بیا کتابا رو بگی بخون. بیا Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. زن و هنر نگهداری از موتورسیکلت. این همینه که دوچار مسئله کیفیت و میگه از طریق پرداختن به موتورسیکلت میتونی به عروج عرفانی برسی. من اینو میخوامش. بخونش واسه مزاجت خوبه. از زن و بچه چه خبر؟ والا هیچی، ولی بالاخره شالا پیداشون میشه. پس هنوزم خوشبینی؟ خوشبین، امیدوار. بعد
ناامید چه فرق میکنه دیگه، اما گذشته و هامون رو شنیدیم، فیلمی از داریوش مهرجویی، صدا بردار اصغر شاهوردی و احمد صالحی، صداگذار رضا خضوعی و موسیقی ناصر چشم‌آذر. زمزمه سرانگشتان باد در خواب خوش گیسوانت، زیبایی شاعرانه است که دلم را به بازی میگیرد. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. تو تمامی عشقی در یک وجود و تمامی آرزویی در یک لباس. فقط طعم عشق توست. دل روشنی دارم ای عشق، دل روشنی دارم ای عشق. صدا کن مرا از صدف‌های سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. فقط طعم عشق توست. میتوان تا کبوتر سفر کرد؟ بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد؟ با یه لالایی خاطر انگیز با صدای پری زنگنه برنامه امشب رو به پایان میبریم. من پیمان همتی پور در برنامه ایستگاه شب قشنگی رو براتون آرزو میکنم. شبتون سرشار از آرامش.
ایستگاه شب.